سه تا تفاوت ایران و کره که باور نمی‌کنی. توی ایران تعارف رد کردن خیلی عادیه، ولی توی کره ممکنه باعث ناراحتی و یه سری دلخوری‌های بزرگتر بشه. توی ایران لباس رنگی رنگی برای همه سن است، ولی توی کره بیشتر افراد سن بالا لباس رنگی میپوشن و جوونا رنگای خنثی و بیشتر سه رنگ سفید، مشکی، توسی، رنگای خیلی خنثی رو میپوشن. توی ایران بوی عطر قوی خیلی عادیه و مردم خیلی خوششون میاد، ولی توی کره بوی عطر قوی اصلا عادی نیست و ممکنه برای خیلی خوشایند نباشه و کلا کره مشام بویاییشون خیلی قویه، برای همین حس میکنم کلا عطر قوی و چیزای بویای قوی رو خوششون نمیاد. لایک و سابسکرایب کانال یادتون نره. نظراتتون خیلی برام ارزشمنده. خیلی دوستتون دارم و تا یه ویدیوی دیگه خدافظ.